و تو یک حکایه را نقل میکنم. یک روز مرغ مرجانی مرد پیر را می دزدند. مرد پیر پسرش را جیغ زده می گوید دزد را یافته جزایش را ده، وگرنه دچار فلاکت کلان می شویم. پسر می گوید برای یک مرغ مرجان اینقدر اهمیت دادن حیف است. بعد از چند روز اشتر مرد پیر گم می شود. پسر نزد پدرش می رود و مرد پیر به او می گوید به اشتر دزد کاردار نشده مرغ مرجان دزد را یافته جزا ده. پسر باز به گپ گوش نمی کند. این دفعه اسب مرد پیر گم می شود. پسر غمگینانه به نزد پدرش می آید و پدرش می گوید دزد مرغ مرجان را یافتی؟ پسر باشد می رود. یک روز پسر گریه کنان نزد پدرش می رود و می گوید پدر تمامی مال و ملکمان را دزدیدند. مرد پیر به پسرش می گوید به تو گفته بودم دزد مرغ مرجان را دریافت نما. اگر آن روز دزد را یافته جزا می دادیم به این فلاکت دچار نمی شدیم. با گم کردن مرغ مرجانمان همه چیزهایمان را گم کردیم. سری مار را در خردی باید پخش کنی. حکایت چه خیل است؟ پسند آمد؟